به فان فیلم خوش اومدی. امروز فیلمی هیجان انگیز و ترسناک به اسم هاش رو برات روایت میکنم. یه خونه کوچیک توی جنگل دیده میشه که داخلش شخصی در حال درست کردن شامه. مارچوبه رو توی ماهیتابه میریزه و برنج رو چک میکنه و نگاهی به دنده بره توی فر میندازه. مدی دستورالعملای مربوط به سوسی که باید آماده کنه رو میخونه و سسش رو امتحان میکنه و از مزهش بدش میاد. بعدش پیامی از همسایه‌اش میبینه که میخواد بیاد پیشش. اونم میگه بیا قدمت روی چشم. بعدش لپتاپش رو تو شارژ میزنه و به چت کردنش با همسایه ادامه میده. گربه‌ش رو برای شام صدا میزنه و بهش غذا میده. همسایه‌اش رو میبینیم که به خونه نزدیک میشه. مدی بیرون میاد و بهش خوش آمد میگه. سارا بلافاصله بهش میگه که کتابش رو خونده و سعی میکنه با زبون اشاره باهاش صحبت کنه، چون مدی ناشنوا هست. اون میتونه لبخونی کنه، اما سارا اصرار داره که بهش اجازه بده تا زبون اشاره رو باهاش تمرین کنه. مدی میپرسه که درباره کتاب چی فکر میکنه و سارا هم میگه که اونو دوست داشته. حتی سعی کرد پایان کتاب رو حدس بزنه، اما حدسش اشتباهه. مدی بهش میگه که مغز نویسندش دلیلی هست که اون میتونه پایانای مختلفی رو برای کتابش بنویسه. براش سخته که صدای درون ذهنش رو ساکت کنه. سارا ازش میپرسه که صدای درونی ذهنش چطوریه. مدی هم پاسخ میده که شبیه صدای مادرشه. ناگهان زنگ هشدار آتش توی خونه به صدا در میاد. اونا با عجله میرن داخل و مدی آلارم رو خاموش میکنه، در حالی که سارا گوشت دنده رو از فر بیرون میاره. همین لحظه گربه مدی هم فرار میکنه. سارا میگه که زنگ هشدار خیلی بلنده. مدی هم میگه که باید بلند باشه تا بتونه لرزش صدا رو وقتی که خوابه حس کنه. مدتی بعد روی ایوان خونه میشینن و درباره گربه مدی صحبت میکنن. مدی به سارا میگه که نگران این موضوع نباشه، چون گربه از پس خودش تنهایی برمیاد. سارا ازش میخواد که بیاد خونش رو چیزی برای خوردن سفارش بدن، چون غذای مدی سوخته. اما مدی میگه که کار داره. قبل از رفتن سارا اون اشاره های جدید رو که ازش یاد گرفته تمرین میکنه. بعد از رفتنش مدی پیامی از کرگ دریافت میکنه که میگه بهش فکر میکنه، اما مدی پیام رو حذف میکنه. چند لحظه بعد مدی پشت لپتاپش میشینه، غذاشو میخوره و روی رمانش کار میکنه. به پایان بندی کتابش فکر میکنه، اما نمیتونه تصمیم بگیره که بهترین پایان چی میتونه باشه. در واقع توی نوشتن به مانع ذهنی برخورد میکنه، بنابراین تصمیم میگیره با کرگ تصویری صحبت کنه. اما قبل از اینکه تماس برقرار شه تماس رو قطع میکنه. پسرم سعی میکنه باش تماس بگیره، اما مدی گوشی و لپتاپش رو جواب نمیده. بعدش میره گندی که توی آشپزخونه زده رو جمع کنه که ناگهان سارا با وحشت به در خونش میکوبه، به این امید که مدی اونو ببینه. اما همین لحظه یه تیر بهش میخوره و بعدش درست جلوی پنجره کشته میشه. مدی اصلا متوجه نمیشه که چه اتفاقی افتاد. قاتل از پنجره نگاه میکنه و در میزنه تا ببینه آیا مدی صداشو میشنوه یا نه. وقتی متوجه میشه که نمیشنوه جسد رو میکشه و میبره. کرگ مدام به مدی زنگ میزنه، اما اون جواب نمیده. میشینه تا دوباره بنویسه، اما بازم نمیتونه. در همین لحظه قاتل وارد خونش میشه و سمتش میره. مدی که کاملا از حضور اون قافله به چرت و پرت نویسیش میخنده. یهو خواهرش تماس تصویری میگیره و قاتل از جلوی وبکم میره کنار. اونها یکم در مورد رمانش صحبت میکنن. بعدش مدی در مورد گرگ میگه. خواهرش بهش میگه که برگرده به رابطه‌اش، اما مدی دلش نمیخواد. بعدش از مدی میخواد که به شهر برگرده و باش زندگی کنه تا از تنهایی دراد. یهو قاتل گوشی مدی رو از روی پیشخون برمیداره و خواهرش از طریق وبکم متوجه حرکت اون پشت میشه. مدی میگه که احتمالاً گربه‌شو باید بره تا زودتر پیداش کنه. اونا خداحافظی میکنن. بعدش با استفاده از صدای غذایی توی کاسه گربه رو صدا میزنه، اما گربه گم و گور شده. مدی توی خونه دنبالش میگرده و میفهمه که طبقه بالا هم نیست. در خونه رو باز میکنه و دوباره گربه رو صدا میزنه، اما در رو باز میذاره تا اگه گربه اومد بیاد تو. میشینه تا دوباره بنویسه. ناگهان یه پیام تصویری از تلفن خودش دریافت میکنه. تصاویر خودش رو میبینه که جلوی لپتاپش نشسته. وحشت میکنه و با احتیاط به سمت در میره. قاتل رو میبینه که جلوی خونه وایساده. قاتل نشون میده که گوشیش دست اونه و مدی بلافاصله میده و در آخرین لحظه در رو میبنده. قاتل تمام درهای خونه رو امتحان میکنه، اما وقتی متوجه میشه که نمیتونه وارد شه به طرف دیگه خونه میره و نزدیک بود که بتونه وارد شه. مدی سعی میکنه با لپتاپش با پلیس تماس بگیره، اما قاتل برق رو قطع میکنه. سعی میکنه به وای فای خونه سارا وصل شه، اما رمز عبور رو نمیدونه. قاتل سعی میکنه سر
به سرش بذاره و بعدش هم از اونجا میره. مدی به سمت در میره اما اونو میبینه که لاستیکای ماشینش رو سوراخ میکنه و توی جنگل پنهان میشه. روی شیشه در پیغامی مینویسه و با چراغ قوه اونو روشن میکنه. قاتل پیام رو میخونه و نقابش رو بر میداره. میپرسه که آیا میتونه لبخونی کنه. مدی هم سری به نشانه تایید تکون میده. مرد بهش میگه که میدونه اون تنها زندگی میکنه و دوست پسری هم قرار نیست بیاد پیشش. بعدش میگه که هر زمان که بخواد میتونه بیاد تو خونه، اما فقط زمانی میاد که مدی بخواد بمیره. مدی بازم سر تکون میده که میفهمه. قاتل قبل از اینکه دوشه بهش میگه که میخواد باش خوش بگذرونه. مدی به آشپزخونه‌اش میره و یه چاقو و چکش برمیداره. بعدش به اتاق نشیمن میره تا اونجا رو چک کنه. بعد از اون به اتاق خوابش میره. جلوی در وسیله میذاره و پرده ها رو هم میکشه. از پنجره نگاه میکنه اما اونو نمیبینه. ناگهان سایه روی پنجرهش میفته. قاتل به شیشه میکوبه. وقتی مدی سرشو بلند میکنه میبینه که قاتل داره بدن سارا رو به شیشه میزنه. مدی چاقوشو میندازه و با گریه به اتاق نشیمن برمیگرده. ناگهان به یادش میاد که سارا گوشیش رو توی جیب پشتیش گذاشته. سویچ ماشینش رو برمیداره و سعی میکنه دزدگیر ماشین رو فعال کنه اما نمیتونه از پنجره این کار انجام بده. در رو باز میکنه و به سرعت دزدگیر رو فعال میکنه. مرد صدا رو میشنوه و مدی اونو میبینه که به سمت ماشین میره. به اتاقش برمیگرده و توی جیب سارا دنبال گوشی میگرده اما قاتل سری میادش. دریچه رو میبنده و انگشتای مرد اون زیر له میشه. سری یه چاقو هم بهش میزنه. مرد خونریزی میکنه، بنابراین تکه از پیرن سارا رو پاره میکنه و باش دستشو میبنده. متوجه میشه که مدی دنبال گوشی سارا بوده، بنابراین بهش نشون بده که گوشی دست خودشه. بعدش اون رو روی بدن سارا ول میکنه. مدی به اتاق نشیمن برمیگرده و مرد سعی میکنه پنجره رو باز کنه. لحظاتی بعد مدی اونو بیرون در حال حرکت میبینه و قایم میشه. مرد از در شیشه نگاه میکنه اما اونو نمیبینه. متوجه میشه که کجا قایم شده. در نهایت مدی در رو باز میکنه و میره بیرون. به محض اینکه اونو میبینه پنهان میشه. درست از کنارش که زیر ایوان قایم شده رد میشه. مدی میتونه لرزش های گام های مرد رو روی تخته چوبی حس کنه. مرد دوباره اطراف خونه قدم میزنه، اونو فریب میده تا از مخفیگاه خارج شه. وقتی مدی میدوه چند بار با تیرکمون به سمتش تیر پرتاب میکنه اما خطا میره. مدی دوباره به خونه برمیگرده و در قفل میکنه. بعدش به طبقه دوم میره و از اونجا اونو تماشا میکنه. وقتی میبینه که اون جلوی دره، پنجره رو باز میکنه و از پشت خونه بیرون میره. مراقبه که سر و صدایی نکنه. قاتل جلوی در خونه است، بنابراین مدی چراغ قوه‌اش رو توی جنگل پرت میکنه تا حواسش رو پرت کنه. مرد دنبال نور چراغ قوه میره و مدی از پشت بوم پایین میاد اما ناگهان قاتل سمتش تیر پرتاب میکنه و میره ببینه که آیا تیرش به هدف خورده یا نه. در همین حین مدی تیر رو از پاش در میاره و وقتی قاتل به پشت بوم میرسه اونو هول میده و تیرکمونش رو هم میگیره. مدی نمیدونه که چطوری تیراندازی کنه که همین زمان کافی برای بالا اومدن قاتل رو بهش میده. مدی موفق میشه قبل از اینکه قاتل پنجره برسه به داخل خونه برگرده. تیرکمون رو سمتش نشونو میگیره و اونو میترسونه. بعدش به دستشویی میره تا زخمش رو پانسمان کنه. روش الکل میریزه و اونو میبنده تا خونریزی نکنه. در حالی که گریه میکنه به قدم بعدیش فکر میکنه. بعدش تیرکمون رو برمیداره و حکاکیایی روش میبینه که احتمالاً تعداد قتل‌های قاتل رو نشون میده. سعی میکنه زه کمان رو بکشه و تیر رو جا بذاره اما زورش نمیرسه. دوباره تلاش میکنه اما این بار مرد میتونه اونو از پنجره تماشا کنه. یه نفر دیگه در میزنه و دنبال سارا میگرده. مشخصه که مدی صدا رو نمیشنوه اما قاتل چرا؟ این مرد دوست پسر سارا به اسم جان هست. اون پیام روی در رو میبینه و میخواد با پلیس تماس بگیره اما همین لحظه قاتل میاد و وانمود میکنه که پلیسه. بهش میگه که گوشی رو بندازه اما جان میگه که این یه سلاح نیست و دنبال دردسر نمیگرده. قاتل بهش میگه که زانو بزنه و کارت ملیش رو نشون بده. جان میگه که کارت ملی توی کیفشه و گوشی رو روی زمین میذاره تا درش بیاره. به کارت ملی نگاهی میندازه و بعدش میپرسه که آیا این نزدیکی زندگی میکنه. جان سرش رو تکون میده و قاتل به خاطر ترسوندنش عذرخواهی میکنه. بعدش به دروغ میگه که یه تماس با پلیس شده و اون خونه رو همینجوری پیدا کرده. میگه که یه نفر داخل خونه بوده و از کنارش فرار کرده و اونو هم بیهوش کرده. ادامه میده که اون شخص اسلحه و بیسیمش رو هم برداشته و الان اون باید با کلانتر تماس بگیره. جان شک میکنه که طرف پلیس یا نه اما قاتل میگه که اون معاون پلیس هست و تازه کارش رو شروع کرده. بعدش ازش میخواد که گوشیش رو بده و جان هم قبول میکنه. قاتل وانمود میکنه که با پلیس تماس میگیره و بعدش گوشی رو توی جیبش میذاره. اون دوتا در مورد مدی صحبت میکنن و جان بهش میگه که مدی یه آدم درونگرا هست. میبینه که دست مرد داره خونریزی میکنه و علتش رو میپرسه. قاتل هم میگه که شخصی
که بیهوشش کرد این بلا رو سرش آورد. جان گوشیش رو ازش میگیره و وقتی قاتل اونو پس میده گوشواره سارا از جیبش میافته بیرون. جان گوشواره رو میشناسه و شروع به سوال پرسیدن میکنه تا ببینه میتونه مچشو حین دروغ گفتن بگیره یا نه. مرد هم از جواب دادن تفره میره. در همین لحظه مدی همچنان تلاش میکنه زه کمان رو بکشه اما نمیتونه. جان هنوز در تلاشه تا بفهمه اون مرد کیه، اما الان دیگه مطمئنه که اون پلیس نیست. بهش میگه که مدی یک کلید توی گلدون پایین پله قایم کرده. وقتی مرد میره گلدون رو چک کنه جان یه سنگ برمیداره و بهش نزدیک میشه. همچنان باهاش صحبت میکنه تا مرد متوجه نقشش نشه. همین که فرصت میکنه به سرش ضربه بزنه مدی شروع به کوبیدن به پنجره میکنه و قاتل همین لحظه یه چاقو بهش میزنه. جان در حالی که خون ریزی میکنه همچنان به سمتش میره اما در نهایت روی زمین میفته. مدی این صحنه رو میبینه و مرد ازش تشکر میکنه که به موقع اومد. به سمت جان خم میشه که ناگهان جان میپره روش و اونو میگیره. به مدی میگه که فرار کنه. وقتی از در پشتی میره مرد دنبالش میده و با سنگ به سرش ضربه میزنه و اونو میکشه. خوشبختانه این صحنه فقط توی ذهن مدی بوده و نتیجه فرار از دست قاتل رو میبینه. مدی هنوز توی خونه خشکش زده. جان قبل از اینکه بتونه مرد رو بکشه میمیره. مدی تمام احتمالات و نتایج موقعیتی که توش هست رو بررسی میکنه. آیا میتونه بهش شلیک کنه و بره بیرون و برق وصل کنه؟ همچنین در مورد مکانایی که میتونه توی خونه پنهان شه فکر میکنه، مثل حموم یا زیر شیروانی. در هر صورت اگه قاتل پیداش هم نکنه بازم از خون ریزی میمیره. وقتش داره تموم میشه چون احساس گیجی بهش دست داده، سردشه و همه چیز رو تار میبینه. صدای درون ذهنش میگه که قاتل در هر صورت دست بالا رو داره. اون نمیتونه بدوه، نمیتونه پنهان شو، نمیتونه صبر کنه. مدی ناگهان متوجه میشه که برای نجات جون خودش باید چه کاری انجام بده؟ کشتن قاتل. در همین حین مرد جیب جان رو میگرده و یه پاکت سیگار پیدا میکنه. به سمت ماشین مدی میره و آچار رو برمیداره. روی ماشین میشینه، سیگاری روشن میکنه، تصمیم میگیره تا یکم دیگه وارد خونه شه تا مدی بیشتر خون ریزی کنه. همین لحظه گربه مدی ظاهر میشه. به سمتش خم میشه و میخواد اونو بکشه که ناگهان مدی یه تیر توی شونش خالی میکنه. به داخل خونه برمیگرده در حالی که قاتل دستش رو لای در گیر میندازه و انگشتاشو میشکنه. اما بعدش دستشو ول میکنه و مدی درو قفل میکنه. مرد تیر رو میشکنه و بهش میگه که داره میاد تو. مدی هم وای میسه و با خونش روی شیشه مینویسه بیا تو اگه جرأت داری. مرد سمت ماشینش میره و آچار رو بر میداره. مدی هم مشخصات مرد رو توی لپتاپش مینویسه. همونطور که مرد داره شیشه رو میشکنه مدی برای والدینش پیامی مینویسه. بعدش توی همون قایم میشه و منتظر قاتل میمونه. داره هوشیارش رو از دست میده و متوجه نمیشه که اون از پنجره پشت سرش داره میاد تو. مرد نفسی بیرون میده که مدی اون رو روی گردنش احساس میکنه. بنابراین از چاقوش جا خالی میده و اونو با چاقوی خودش میزنه. از همون بیرون میره و با آشپزخونه میرسه. به نظر میسه روی زمین قش میکنه. مرد لنگان لنگان به سمتش میره و آماده است تا اونو بکشه که ناگهان مدی اسپری دفع زنبور رو توی چشمش خالی میکنه. بعدش زنگ هشدار آتیش رو فعال میکنه و مرد از شدت بلندی صدا گیج میشه و چاقو رو روی زمین میندازه. مدی چاقو رو برمیداره اما مرد اونو پرت میکنه روی زمین و اونا با هم درگیر میشن. میخواد کار مدی رو تمام کنه اما مدی در بازکن رو توی گلوش فرو میکنه و در نهایت اونو میکشه. سر پا میشه و گوشیش رو از جیب قاتل در میاره. شماره پلیس رو میگیره و بعدش بیهوش روی زمین میفته. کمی بعد مدی از خونش بیرون میاد و روی ایوان خونش میشینه. گربه‌ش هم کنارش نشسته. در نهایت پلیس هم به محل حادثه میرسه.